سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز جمعه 8 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در برنامه امروز سران ناتو در ورشو سرنوشتی افغانستان همسایه، سیاست‌های نظامی روسیه و مناقشه در اوکراین را بررسی میکنند. همدهگان یک بمبگذاری مرگ طلب در فرودگاه استانبول تا هنوز به خود نیامدند. شهرهای دوشنبه خاروق یک شهرهای حیاتی که تعمیر طلب شده است و مسافران را میترساند. ماشینای کلان بارکش که در پایان ایستادند رای ماشینای مایده را میگیرند. مقامات اگرینوست بانک، یکی از بانک‌های بزرگ تاجیکستان، میگویند وضع مالی بانک خوب است و خطر مفلسی به آن تهدید نمی‌کند. در دفتر مطبوعات بانک روز 8 ایول به رادیو آزادی گفتند نوبت‌های طولانی در نزد بانکمت‌های اگرینوست بانک در آستانه عید رمضان برای دریافت مزد کار بود، نه به سبب کمی پول در بانک. عین زمان به گفته اگرینوست بانک پول کافی در بانکمت‌ها وجود دارد و جای برای تهلکه و نگرانی میزاجان نیست. اگرینوست بانک ده ها هزار میزاج دارد. سال 2013 به مشکلات مالی گرفتار شد و حکومت با اختصاص 500 میلیون سومانی آن را از ورطه مفلسی نجات داد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از کشورهای عضو سازمان خواست کمک به افغانستان همسایه با تاجیکستان را ادامه بدهند. او در این باره ضمن افتتاح نشست سران این پیمان نظامی در ورشو پایتخت لهستان سخن گفت. ینس استولتنبرگ افزود انتظار دارد ناتو حضور نظامیش را در افغانستان نگه می‌دارد و برای تقویت ارتش ملی این کشور با مشورت و آموزش‌ها سهم می‌گذارد. ینس استولتنبرگ در آستانه نشست در ورشو گفت جهانی که ما حالا زندگی داریم نظر به سالهای گذشته خطرناکتر شده است. گزارشی همکارم خیرامان بقازاده را می‌بینیم. ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی گفت جهان در چند سال گذشته به مکان خطرناکتری تبدیل شده است. روز 7 ایول ضمن یک نشست خبری در شهر ورشو پایتخت لهستان گفت پیمان ناتو به این خطرات با عزم قاطع و سرعت بیشتر پاسخ می‌دهد. ما شماره نیروهای واکنشی سریع ناتو را 3 برابر زیاد کردیم. در شرق قرارگاه نو تأسیس دادیم و توانایی مهمی خود و مثل سپر دفاعی موشکی را برای مقابله با خطرات بیرون از منطقه اروپا و اتلانتیک تقویت دادیم. ینس استولتنبرگ در نشست خبری مشترک با اندری دودا رئیس جمهوری لهستان و در آستانه نشست سران کشورهای ناتو صحبت می‌کرد. در نشست که روزهای 8 و 9 ایول در شهر ورشو صورت می‌گیرد عمدتاً واکنش ناتو به مناقشه روسیه و اوکراین بررسی می شود. کشورهای غربی میگویند که مناقشه در اوکراین را که تاکنون جان 9000 نفر را گرفته است روسیه دامن میزند. ولی روسیه میگوید نه مسکو بلکه ناتو است که خطر مناقشه وسیع‌تر در اروپا را بیشتر میکند. مسکو از جمله مدرنیزاسیون نیروهای ناتو و تأسیس سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپا را مایه نگرانی و خطر برای خود میشمارد. پیمان نظامی ناتو حالا در کشورهای ساحل بالتیک و لهستان 4000 نیروی نو جایگیر میکند که گوشزده بر روسیه است که ناتو بعد مأموریت‌ها در خارج از منطقه نظارتش به اجرای مسئولیت‌های اساسی خود یعنی محافظت قلمرو کشورهای عضو برگشته است. شما را درباره قرارهای سران ناتو در نشست ورشو در جریان می‌گذاریم، ولی حالا صحبت دیگری را می‌بینیم که درباره امنیت تاجیکستان است. سفیر آمریکا در دوشنبه گفت کشورش کمک‌ها به تاجیکستان را برای رشد اقتصاد و تامین امنیت ادامه می‌دهد. الیزابت میلارد روز 7 ایول به رادیو آزادی گفت از جمله کمک‌ها برای پاسبانی مرزی تاجیکستان با افغانستان و برای مبارزه با تروریسم زیادتر می‌شود. دیپلمات آمریکایی عین زمان تاکید کرد که یک راه دستیابی به ثبات کامل در تاجیکستان مراعات حقوق انسان است. خورشیدی همدم با الیزابت میلارد در دوشنبه صحبت کرد. سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمانی ما قرار دارند خانم الیزابت میلارد، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. خانم سفیر خوش آمدید. السلام علیکم. خوش آمدید. فعالیت سفیری شما در تاجیکستان 4 ماه سپری می شود. می شود بگویید که با آمدن شما به عنوان سفیر جدید در این مدت
چی پیشرفت‌های در مناسبت‌های میان امریکا و تاجیکستان به نظر می‌رسد؟ It is a very great pleasure and honor to be here. имсол 25-мин солгарди барқарории равобити дипломатӣ миёни тоҷикистон ва амрико аст ва ин шарафу масъулияти бузург барои ман ҳамчун сафир дар тоҷикистон мебошад то бештар барои густариш ва тақвияти равобиту ҳамкориҳои дуҷониба хизмат кунам. воқеан 4 моҳ боз ба ҳайси сафир дар тоҷикистон фаъолият дорам ва ба баъзе ҷойҳои тоҷикистон сафар кардам ва оянда низ сафар хоҳам кард. он чӣ маро бештар ба ҳайрат овардааст ин шарикӣ амиқе аст ки мо бо тоҷикистон дорем. ин аст ки ба тоҷикистон барои таҳкими сулҳу субот ва амният ва ҳамчунин барои беҳтар кардани сатҳи зиндагии мардум кӯмак мерасонем. Secure the stability and security of this country while at the same time helping improve the lives of all Tajiks. خانم سفیر واقعا در همین زمینه ناظران امور میگویند حکومت تاجیکستان به بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم یعنی افراطگرایی هدف سرکوبی مخالفان آزاداندیش خود را پیش گرفته است. این آیا سمت درست است و تعهدات بین المللی تاجیکستان چی می شود؟ Our message to Tajikistan and to many other countries is that паёми мо ба тамоми ҷаҳон он аст ки эҳтироми ҳуқуқи башари инфиродӣ ва демократия роҳи беҳтарин барои таъмини сулҳусубот, амният ва рушди пайвастаи дарозмуддат аст. stability and security and long-term prosperity. مصاحبه کامل با سفیر آمریکا در تاجیکستان در وبسایت azadi.org. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از اعضای کشورهای ناتو خواست برای مبارزه با تروریسم تلاش بیشتر کنند. او قبل از ورود به ورشو گفت از اعضای ناتو می‌خواهد مبارزه با ضد تندروان را سخت‌تر کنند. هفته پیش 3 بمبگذاری مرگ طلب با حمله به فرودگاه استانبول 45 نفر را کشتند و حالا سر می‌زنیم به خانه یکی از آنهایی که با این عمل دهشتبار متهم می‌شود. اعضای عائله و همدهه‌های رحیم وولگاروف یکی از متهمان حمله به فرودگاه استانبول میگویند از شنیدن این خبری تکان دهنده تا حال به خود نآمدند. خبرنگار رویترز به زادگاه وولگاروف دهه اکان خلق جمهوری کراچای چرکسی قفقاز شمالی سفر کرده با همسایه‌ها و نزدیکان او که اکثرا نمایندگان قوم نگای می باشند هم صحبت شده است. بله، من این جوان را می شناختم. مسافه میان خانه های ما همگی 50 متر است. بعد شنیدن خبر من اولین کسی بودم که خانه آنها رفت. پدرش آنجا بود. او خیلی ناراحت است. نمیخواهد با کسی واخورد. عائله آنها سالم است. یکی از بهترین عائله های دهه همان می باشد. من هم نمیدانم که چگونه این حادثه روی داد. دیروز از همسرم هم پرسیدم که چرا این جوان با گروه دولت اسلامی پیوسته است. ساکنان دهه میگویند پدر وولگاروف خواجگی دهخانی داشته، مادرش خانه نشین است. رحیم با والدانش دهخانی میکرد و در مسجد محلی نماز میگذاشت. خانم آسیا معلمه مکتب محلی میگوید باورش نمیآید که رحیم در این عملی دهشتبار دست داشته باشد. من استاد صنف‌های پایانی هستم و به وی درس ندادم، ولی همه به حیرت آمدند که چگونه به این گروه پیوست. دادستانی ترکیه در برابر رحیم وولگاروف شهروندی دیگری روسیه وادیم عثمانوف را از مسئولان حمله و یک جنگ سالار چچن را از طرحریزان بمبگذاری 28 ایون در فرودگاه استانبول می شمارد. مقامات ترکیه این خبرها را شرح نمی‌دهند، ولی یک منصبدار دولتی قبلا گفته بود که بمبگذاری 28 ایون را 3 نفر عملی کردند که یکی شهروند روسیه، دومی شهروند قرقیزستان و سومی شهروند ازبکستان است. روز 1 ایول مقامات ترکیه 11 خارجی را با اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی بازداشت نمودند. بعداً خبرگزاری انادولو اطلاع داد که شماره بازداشت شده ها تا 24 نفر افزایش یافته است. بر اثر حمله 28 ایون در فرودگاه استانبول 45 نفر هلاک شده، صدها نفر دیگر مجروح شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند قصد دارند یکی از قطعه‌های خطرناک شاهراه دوشنبه خاروغ را تعمیر کنند.
این قطعه راه در ناحیه درواز که اسفالت پوش نیست زود ویران می شود و حرکت در این راهی حیاتی را که مرکزی تاجیکستان را با بدخشان می پیوندد مشکل می کند. همکاران ما شهلای گل خواجه و امردین علیم برای دیدن این قطعه خطرناک راه رفتند. راهی است که بدخشان را به دوشنبه می پیوندد. سال 1940 باز شده است و از راه‌های استراتژی پرخطر حساب می شود. از طریق کلوب 600 کیلومتر تا دوشنبه است. بدخشانی ها به سبب گرانی چیپتای هواپیما مجبورند به بدخشان با ماشین روند و تا 15 ساعت این مسافه را طی می کنند. گردش های خطرناک آن سیاحان را گاهی از سفر باز می دارد. سنگ های یادگاری کناری راه از صحنه های فوجیه بار در این مکان حکایت دارند. راننده های مسیر دوشنبه بدخشان راه مبزی سنگ مرمر را که در ناحیه درواز جایگیر است کوتل بی‌برار مینامند. ماشینای کلان بارکش که در اون پایان ایستادند رای ماشینای مایده را میگیرند به سببی که ماشینا گرم شده این پرجام بلند را برآمدن نمیتونه. این گردش همگی 50-60 متر را تشکیل داده برای ماشین های بارکش مشکل گذر است. به همین سبب آن را بی‌برار میگویند. در این قطعه راه همه ساله دست کم 10 نقلیات بارکش از بلندی به پایان سرازیر می شود و تلفات جانی و مالی به بار می آورد. در پایان راه ایستگاه بزرگ ماشین های باربر وجود دارد که تکنیک خراب شده در این ایستگاه هفته ها تعمیر می شوند. این ماشین ها اساساً از چین و افغانستان به منطقه های مختلف تاجیکستان مال و کالا می برند. و تا رئیس جمهور هم ضمن سفر اخیرش به بدخشان در باره این راه تاکید کرد و گفت که باید این راه در زودترین فرصت تعمیر شود و برای تعمیر 1 کیلومتر این راه 3.5 میلیون دلار ضرور است و حالا حکومت کشور در جستجوی لایحه ارزانتر است تا اینکه راه تعمیر شود. ما هر ماه مثلا وای میکنیم تیم مثلا اینا را نلوگ میسپاریم خط مثلا میبینیم که مثلا باز هم اساسی روش قرار ماشینا وقتی که برای من هم یک کاری نه نمین حالتان دا نمی شبانه روزان دا همینجا بسیار گفت که خیلی مشکلی کشی مردم یک 4 روز 5 روز مشکلی کشی. ماشین ها در کوتل بی‌برار تیز ویران می شوند و راننده ها هفته ها آنجا می مانند. قطعه راهی میان دهه های کرگاود و تاغمای و ویشخر و جارفی نویه درواز دوم مکانی است که خطرناک دانسته می شود. طبق نقشه باید در این راه ها تونل بنیاد شود و راننده ها نیز میگویند اگر در قسمت های سنگریز این راه تونل ها بنیاد شوند ماشین ها به آسانی و سریعتر می توانند به مکان برسند. یک متخصص سابقه‌دار تاجیک میگوید برای تأمین تمام تاجیکستان با نیروی برق به کار درآوردن دوچرخه اول نیروگاه عظیم راغون کافی نیست. بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک روز 7 ایول به رادیو آزادی گفت در صورت به کار انداختن مرکزی برق و گرمایدهی دوشنبه و دوچرخه نیروگاه راغون ممکن است مردم تاجیکستان زمستانها از سردی و بی‌برقی خلاص شوند. حکومت تاجیکستان چند پیش قرارداد تکمیل ساختمان نیروگاه راغون با ارزش تقریباً 4 میلیارد دلار را با شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلا امضا کرد و این شرکت گفت تا سال 2018 دوچرخه نیروگاه عظیم راغون در شرق تاجیکستان را به کار می‌اندازد. یک ورزشگر نورس تاجیک در مسابقه بین المللی باکس در میان دختران به دور نهایی راه یافت. سمیه قاسمووا که در بازی‌های بین المللی ورزشی بچگان آسیا در یاقوتستان روسیه تمام رقیبانش را شکست داد و اکنون میتواند حداقل نشان برنجی را به دست بیارد. سمیه قاسمووا شاگرد موزون چاره و مشتزن شناخته تاجیک است که در بازی‌های المپی لندن نشان نقره را به دست آورد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صحیفه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.